دستگاه میوه خشک‌کن چیه و چه کاربردهایی داره؟ آیا فقط میشه برای خشک کردن میوه ازش استفاده کرد؟ چرا بهترین دستگاه میوه خشک‌کن دوگانه سوزه؟ چه مزایایی داره که جزء پرفروش‌ترین ها محسوب میشه؟ مهمترین دلیلش رو آخر این ویدیو بهت میگم. توی بخش اول اینکه دستگاه میوه خشک‌کن چیه و چه کاربردهایی داره میخوام توضیح بدم. دستگاه میوه خشک‌کن جزء ماشین‌آلات صنعتی محسوب میشه که شما به وسیله اون میتونید انواع محصولات رو خشک کنید. از مهمترین مزایای دستگاه خشک‌کن اینه که سرعت خشک کردن رو 10 برابر افزایش میده، با دقت بالاتر و یک نواختر خشک میکنه، فضای بسیار کمی رو اشغال میکنه و چون فضای کاملا بسته‌ای داره گرد و خاک و بارون به داخل دستگاه نفوذ نمیکنه و به همین دلیل بسیار بهداشتی‌تر خشک میشه. آیا دستگاه خشک‌کن میوه فقط برای خشک کردن میوه کاربرد داره؟ دستگاهی که ما تولید میکنیم شما جدای از انواع میوه ها که از آناناس و انبه گرفته تا سیب و موز و پرتقال و گلابی که میتونید خشک کنید، جدای از اون میتونید انواع سبزیجات رو میتونید خشک کنید، انواع سیفیجات میتونید خشک کنید مثل فلفل دلمه، پیاز و گرجه و حتی غذای حیوانات خانگی میتونید خشک کنید. کشک و لواشک رو هم میتونید خشک کنید. به صورت کلی هر چیزی که شما توی آفتاب بتونید خشک کنید همونو توی دستگاه با 10 برابر سرعت بیشتر و با دقت و کیفیت بالاتر میتونید خشک کنید. چرا بهترین دستگاه‌های خشک‌کن‌های دوگانه سوز هستن؟ برای اینکه جواب این سوالو بدونید بهتره که اول تفاوت‌های دستگاه‌های گازی با دستگاه‌های برقی رو بدونید. چون دستگاه دوگانه سوز تمام مزایای دستگاه‌های گازی و دستگاه‌های برقی رو توی یک جا جمع شده و شده دستگاه‌های دوگانه سوز. اولین تفاوت دستگاه‌های گازی نسبت به دستگاه‌های برقی ابعاد دستگاه است. یعنی عرض دستگاه و ارتفاع هر دو دستگاه یکیه، ولی عمر دستگاه ما اینجا مشاهده می‌کنیم توی دستگاه‌های گازی نسبت به دستگاه‌های برقی 15 الی 20 سانتی متر دستگاه گازی بزرگتره. پس اگر فضا براتون مهمه، پیشنهاد و توصیه من تهیه دستگاه برقی. به صورت کلی هزینه انرژی برق نسبت به گاز بیشتر میاد یا بالاتره. ولی اگر شما می‌خواید مداوم از دستگاه استفاده کنید، بهترین دستگاه گازسوزه. ولی دو تا اینجا استثنا داریم ما. شما اگر توی سایزهای کوچیک‌تر بخواید دستگاه تهیه کنید، باز بهترین انتخاب دستگاه برقیه. و دومین استثنا اگر شما دسترسی به برق دارین و دسترسی به گاز ندارین، باز اینجا برق خیلی بهتره و بیشتر دستگاه‌های برقی رو ما برای تاجیکستان، ازبکستان و افغانستان ارسال می‌کنیم. سومین تفاوت دستگاه‌های گازی نسبت به دستگاه‌های برقی راحتی در استفادهشونه. شما برای اینکه دستگاه گازی رو راه اندازی کنید نیاز داره که دودکش بخاری نصب کنید، شلنگ گاز وصل کنید و دو شاخه‌اش رو بزنید به برق. اما دستگاه‌های برقی کافیه تنها دو شاخه رو بزنید به برق و استفاده کنید. قدرت و سرعت یک مسئله‌ای که توی تعداد دفعات بسیار زیاد بسیار حائز اهمیته. حالا چرا دستگاه‌های گازی به دلیل گاز و اون گرمایشش به خاطر اون شعله‌ای که داره نسبت به دستگاه‌های برقی 15 الی 20% توی بعضی جاها سریعتر عمل میکنه. اگر بخوایم روی عموم میوه‌ها که تایم خشک کردنشون 6 ساعته بخوایم حساب کنیم، هولوش 20 دقیقه تا نیم ساعت دستگاه‌های گازی سریعتر این کار رو انجام میده. و رسیدیم به اصل مطلب. هزینه خرید یا مبلغ دستگاه‌ها. از همینجا دستگاه برقی جزو قیمت مناسب‌ترین دستگاه محسوب میشه به صورت کلی توی همه دستگاه‌ها. می‌خوایم حالا مثال بزنیم. دستگاه گازسوز نسبت به دستگاه دوگانه سوز قیمت مناسب‌تری داره. دستگاه‌های دوگانه سوز بیشترین قیمت رو دارن، ولی تمامی آپشن ها و امکانات دستگاه‌های گازی و دستگاه‌های برقی رو داره این دستگاه. کیفیت خشک کردن میوه مهمترین سوالیه که همیشه توی انتخاب دستگاه‌های برقی و دستگاه‌های گازی از ما پرسیده میشه. با تضمین به جد میتونم بهتون تضمین کتبی بدم که دستگاه‌های برقی با دستگاه‌های گازی هیچ تفاوتی با هم دیگه نمی‌کنن، فقط تنها تفاوتایی که دارن توی اسلایدهای قبلی بهتون گفتم. از مزایای دیگه دستگاه‌های خشک‌کن دوگانه سوز اینه که شما میتونید هیترهای دستگاه رو به صورت همزمان یا جدا جدا تنظیم کنید. مثال این دستگاه خشک‌کن دوگانه سوز 10 سینی هست، شما میتونید این دستگاه رو روی حالت برقی استارت کنید یا اصلا هیتر دستگاه رو خاموش کنید و از هیتر گازی به صورت مجزا استفاده کنید، یا میتونید هر دو هیتر رو همزمان داخل دستگاه روشن کنید. اگر هر دو تا هیتر دستگاه رو همزمان روشن کنیم چه کاربردی داره؟ باعث میشه که
دمای دستگاه سریعتر به ماکسیموم برسه. یعنی چی؟ یعنی شما هر دو تا هیتر رو توی دستگاه روشن میکنید، باعث میشه که سریعتر داخل دستگاه گرم بشه و به اون دمایی که میخواین به راحتی برسه. اینجا یه نمونه دستگاه خوشکن دوگانه سوز داریم که ظرفیت ورودیش روزانه 150 کیلو هستش. دارای 3 موتور سیرکوله توربو متاله و این دستگاه مجهز شده به 2 فن رطوبتگیر. دارای 30 عدد سینی سایز 60x80. قیمت این دستگاه در میاد 83 تومن با 3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش. این یه دستگاه صنعتی تک کابینه که برای مصارف کارگاهی، اگر به دنبال یک دستگاه خوشکن نیمه صنعتی میگردین، دستگاه خوشکن دوگانه سوز 60 کیلویی بسیار مناسبه. این دستگاه مجهز شده به 2 سیرکوله صنعتی بلک فن، دارای 2 موتور رطوبتگیر و دارای 21 عدد سینی سایز 60x40. این دستگاه بسیار مناسب کار خونگی محسوب میشه و شما میتونید به راحتی داخل منزل ازش استفاده کنید. بسیار کم صدا و جزو دستگاه دوگانه سوز بسیار پرطرفدار هستش. و کوچکترین دستگاه خوشکنمون دستگاه خوشکن 20 کیلویی هستش که داره 12 عدد سینی هستش. این دستگاه رو به راحتی میتونید هر جایی قرار بدین چون ابعاد بسیار کوچیکی داره و روزانه باهاش میتونید 20 کیلو انواع محصولات رو خوش کنید. این دستگاه هم داره فن گردش هوای توربو متال دمنده هستش، 12 عدد سینی سایز 3248 و یه تابلو برق بسیار اتوماتیک و هوشمند. ثبت سفارش تمامی محصولات ما میتونید به سایتمون به آدرس armanst.com مراجعه کنید. تمامی دستگاه هامون دارای 3 سال گارانتی بی قید و شرط و 10 سال خدمات پس از فروشه. برای مشاوره و تهیه دستگاه میتونید همین الان با شماره 902 904 69 30 تماس بگیرید.